برادر میگویی کسی که هست از درون همون خونه بابای اکرم هست نه؟ آدم بیگانه شده نمیتواند. بله برادر، شده نمیتواند، چنانه که همه چیز رو میدونه. انیق از داخل قصر کسی هست. راست میگویی برادر. خیر اکنون زهرا چی میشه؟ چی میشد؟ آخر با ازدواج ساخته دوام میدیم. چی؟ ازدواج ساخته؟ وای وای، اکنون همش فراموش شد. ازدواج ساخته ها؟ بسیار خوب. شوکت راو یگانچه تیار کن خوریم. تمام این آوز میرم. بسیار دوست نشدم. تولین جان همسری زیبایم. اگر خوی امشب با یکم طربخانه رفتگم خوراکی نغز خوریم ها؟ چی گفتی عزیزم ها؟ نمیخواهم. مایلش عزیزم، مایلش و تو چی خیلی که معقول باشد نباشد من به مکان دلخوشی میروم، سرم را شسته بعد میبرایم. برآمده است. من با کجا رفتنی تو را بسیار خوب میدانم فرخ. در نزد همه شرمنده میکنم فرو. هر گپی با محبوبت گفتن رو گوش میکنم. برادر من برام یک اپای ریسک روزی مشام. در سخت نکنی با. ما را گوش کن. اگر قمار بازی کنی از راستی تو را نمیبخشم، دانسته باش. برادر چی گفتی ایستاده؟ خیلی مرا که شیطان فریب مکرد. خیلی یک بار. تمام. خیلی دو بار. یکی بریاد کسی دو بار میشود. برادر گوش کن. یک بار دیگه اگر مرا در همون میز قمار بازی قپیدی بیا من در رو توف میکنم. من نمیدانم شوکت. من گپم را گفتم. فهمو؟ تمام. فهمالک من رفتم. با تو هم شب خوش. دمالا زیادالا کاری تو انجام یافته. زهرا جان؟ بابا جان؟ دختر جان من، دامولازیا چه است؟ در بینتان یگان مشکلی نیست ها؟ نه بابا جان خوبه. خوب، خدا دائمی گرداند. خیر، اکنون چون آشتی شده دامولازیا چرا حالا هم نمی آید؟ و همه شب خوش. شام بخیر. اوه پدر جان، نبینم بوی عطرتون پیش از خودتون می آید. تشکر دخترم، تو هم بسیار زیبا شده ای. زنک جان تو هم مانند هر وقت بسیار زیبا هستی. تولین جان تو همین هستی که امروی من به خوراخوری نمی روی. کی؟ امین. مایلش خیلی که خوی یکم وقت دیگر می روی. نباشد من می روم. با کجا؟ برآمده کمی گشت و گذار کنم پدر جان. خوب، استراحتی خوب می خواهم. بیرم آقای فرود، تا کجا می روی کمی بینیم؟
شام بخیر. شبی خوش. شام بخیر. آقای فاروق باز به گشت گذار؟ بله گفتم کمی برآمده گشت گذار کنم، سرم کمی نوتوب است. خیر نباشد تو بازدید. تا بازدید. میبینم بسیار خرسند هستی سمی. بله بسیار خرسند هستم. چرا سمی؟ چون که یک چیزی بسیار مهم رو فهمیدم. خیر با ما هم فرمان، شاید ما هم خرسند نشویم. اون خبر چی بوده است؟ بله چی بود است؟ اون چیزی مهم چی رو فهمیدی؟ پسرم کنی فهمان از انتظاری میمورم ها کنی فهمان. امروز زهرا روزی یک سالگی کشاده شوی کارخانه اش را دارد. امروز بود مگر؟ ها بله حاضر به یادم اومد. هوا خنک بود. با کشاده شوی با همراهی اونال آمده بودیم. از پشت کاربار بسیار فراموش میکردم. با شرفی در کارخانه زهرا کار کردن با زهرا با یک اونجا به تشکیلی رویم. البته روید، این حق شماست. خوشحالی و دلخوشی کنید همیشه نه. میشود البته میرویم سیلندو هم میگیریم. میشود خیلی باشد من تایید شود. میرویم. با اجازت شما. ایدی بیک خیلی جوره سازی؟ میشه سازی جوره؟ مزد نیست؟ شوکت بسیار در تنگی قرار دارم، کمک رسان. نه برادر، من خانه در بازی کردم اومدم. این چه خیلی گپ است در خانه بازی کرده آمدم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر مجبور نکن بازی نمیکنم. بیا شوکت تو ما راضی وضعیت برآورده میتوانی. نه برادر، با عروسم وعده دادم که دیگر بازی نمیکنم. ما دوستی تو نیستیم مگر بیگانه ایم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر تو برادری ما عروسم نیستی که؟ انا میقدر خیر تو نمیکشایی. با فکرم بسیار معقول شد. قرض دادن تو 40,000 شد. ای بچه 40,000 را بوی دادی؟ تو چه خیلی بازی کردی؟ چشمانت پوشیده بود مگر؟ ای برادر 40,000 پوله که تو بوی بتی؟ آخی اینها را فریب کردن نمیشود. مگر من اینها را این طور میگذاشتم؟ دعا کنم که من توبه کردم. دوام میدی یا 40,000 را بینیم؟ زود با شوکتی نمیبینی پولهایم رفته ایستاده. اکاها ما جای همون را عوض کنیم. مایلش گذر. این طرف گذر جورا. مرحمت گذار. نگاه که برادر بازی را یاد گیر. بازی را تونیستم در کنه. اوه ای آقای فاروق نرفته است؟ امک جان شما حالا هم نرفتید؟ نرفتم زهرو، یعنی با فکرم رفته نمیتوانم. چرا؟ چی شد؟ آخیر تولین از من قهر کرده است کو. چی دانم به او رفتن اون قدر خوشم نآمد. آخیر چی کار کنم؟ آخیر من در این جاها کمی گشت و گذار کنم شاید عصبهایم آرام بشوند. گشت گذار کنید امک جان. امک جان یک چیز را خواهش کنم. مادامی که شما نمی روید ما ماشین شما را گیریم می شود. حالا تاکسی را جیغ نزدیم، ماشین ما باشد در تعمیره. البته می شود عزیزم. انا گیر. تشکر زیاد. با شما استراحت خوب می خواهم. رحمت آقای فاروق. شب خوش. این چه گپه؟ پول ندارم؟ ای بچه نابودت میکنم. اکا جان گوش کن.
من توبه کرده بودم، باید دیگر به میز قمار نمی‌نشستم. برادر مجبور کرد، من طاقت نکرده برای نجات دادن او نشستم. بیشرف چخیل اینقدر پول باید دادستم من خیر نمی نشستی؟ تو را مجبوری شناندن یا نتاوره؟ قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود، در قمار قرض نمی شود. اکا جان، قرض قمار قرض شمرده نمی شود. یعنی آخر من بر روزگی خودم نشسته بوی ندادم. این خوتیکچه چی ها گفته ایستاده؟ من خوتیک؟ باید شوکت نازنین بر شما را خوتیک را؟ این چی گفته؟ قرض قمار قرض حساب نمی شود. از را اینجا پاره پاره‌ات میکنم. بسیرین زنگ زنم پیشکی تیار شود. خوبش زنگ نزن. چرا؟ چون که با تو درباره یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم. مسئله مهم؟ درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملا زیا میکنی. شب‌های خوش. خدا از شما راضی باشد داملا. استاد یک سوال دارم. بپرسه چی؟ استاد حکم شخصی که از سمالیات میافتد چیست؟ یعنی در حالتی که هواپیما میافتد؟ نه استاد، این رو در نظر ندارم. افتیدن سمالیات رو میدانم. از سمالیات افتیدن یک کس رو در نظر دارم. یعنی کسی که از هواپیما میپرد آن رو میگویی؟ شخصی که میافتد آن رو میگویم. آخر خوب و هجری این چخیل میشود نفهمیدم. نمیدونم استاد. چیزی را که نمیدونی چرا میپرسی؟ یک کمی سوال به سرم اومد استاد. با خدا هجری من یک شخص از هواپیما چخیل میافتد این را مراق کردم. استاد هنگام حرکت سمالیات خدا نگاه دارد. در سمالیات یک که تیریزش میشکند، یگان که سمالیات رو نمیفهمد درش رو میکشوید، یک که شمال او را به زمین میپرتاید. حکم این رو میگویم. این خیل میگویی؟ بله استاد. با خدا حکم آن این است. هجری بنویس. انا کسی که از هواپیما میافتد تا با زمین افتیدنش با مقدار پا زدنش ثواب میگیرد. علاوه بر این در وقت با زمین افتیدنش گناهش پاک میشود. نوشتی هجری؟ نوشتم استاد. آفرین سلام. داملا لیکن واهمه کردید مگر این خیلی میشود؟ نکنید. این گفته هایتان در کدام کتاب دینمون نوشته شده است؟ آخر آقای ایرج شما سوال پرسیده هجری رو شنیدید؟ بله داملا همش رو شنیدم. چی بود؟ آخر با سوال شنیدهتان باور میکنید و با جواب داده من باور نمیکنید. من این را نفهمیدم. ایرج خطا دانای بد نگیر. استاد خدا از شما راضی باشد. من نوشتم. تشکر هجری. از تان راضی باشد. شب خوش. شبتان خوش. لابا شوکت برادر در خاک پا صدقه مرا نجات ده. های باز با چی بلا گرفتار شدی؟ بیا با میبینی. محلش انتظار شو میآیم. بیا که میکشنم بخدا. اوف شوکت اوف. اگر رفیقش آمده قرضش را نسپارد این را گرفته به بحث پرتاید. خوراکی ماهی ها شود. زهرا جان، مناسبتی با داملا زیا داشتد و ازدواج ساخته کرده‌ات را من میدانم. لطفاً این را رد نکن. این را از کی باز میدانی؟ از آن روزی که من به اینجا آمدم. خیر چه خیلی فهمیدی؟ چی اهمیت دارد؟ اهمیت دارد سمی؟ این رو چه خیلی فهمیدی؟ بغیر از سلین هیچ کس نمیداند.
وقتی که از پیش حجره تو میگذاشتم گپ‌هایی که با سیلین میزدید گوش کردم. این خیرین اونقدر مهم نیست. یعنی میدانم که این را برای بابایت میکنی. آخر برای دیگر کس هم نمیکردی. پیش از وفاتش خواستی که روزهای آخری عمرش رو با خرسندی گذراند و به زیر این خیل یک باری وزنین در آمده. بله. یکا اینا میای برادری من. تو احمق دامولای مسجد رو جیغ زدی. خدایا توبه. مسئله چیست؟ چرا او را زده؟ مسئله قرض قمار است حضرت دامولا. او را خوب تکرر کردیم اما از او چیزی دریافت نکردیم. برادر گوش کن به خدا. شوکت خاموشی. گوش کنید. قرض قمار در دینمان حکم ندارد. من این رقم را گرفته میروم. مایلش؟ دامولا یک دقیقه. در جامعه شما این خیل بوده میتواند اما در جامعه ما ممکن نیست. رفیقت را گرفته رفته نمیتوانی. این مقابلی قانونی ما. پول را میدهی رفیقت را میگیری. انا همین خیل دامولا. برادر التماس بسیار مرالات خوب کردم. حالی مرا بین از برای خدا. آخر تو شوی قماربازا هستی که یک به همه قمار را نشون ده. دامولا از بازی قمار چی را میفهمد؟ این احمق را یک دو موش زدیم عقلش را گم کرده است. دامولا قرضش را پرداخت میکنید یا نه؟ های شوکت مگر من نگفتم که قمار بازی نکن. برادر حالا وقتی این سفسطه ها نیست. در وضعیت وزنین قرار داریم. خیلی در حیات ما یک بار بازی کردیم که ترم بی خاموشی شوکت خب کن. برادر یک بار برین برو یک جنگ کن. همه را نشون ده که جنگ چیه. چه رینگ؟ رینگ آخی بوکس کو؟ نه چخیلی که میبینید یک چهارچوبه خوردی جنگی داریم. در اینجا مسابقه های پولی میگذرانیم. گوش کنید آقا. این کار رو یگان راه دیگرش نیست. دامولا یا پول را آورده رفیقت را میگیری یا اینکه به میدان برآمده مانندی نشانه میستی مشت میخوری و راهی نجات را میافتی. اگر از همه شاگردی بهترین از رو مخلوق کنم سر میدی؟ از همه شاگردی بهترینم رو؟ دامولا تو به مسجد رفته عبادت کن. این کار آدمانی صاحب احترام نیست. مایلش می جنگیم. دامولا این برایتان امری معروف نیست. گوش کن برادر. از دهان من گفت یک بار می برایت فهمیدی؟ می جنگیم میگویم با تو. اگر تو ترسیده باشی این گفی دیگر. دامولا خودت خواستی. اگر گناه باشد به گردن خودت خواستی. شاگردی بهترینم را نه شاگردی میانم را به مقابلت میبرارم. تردی بای تیار شا پیسرم. مرحمت دامولا مهارتت را میبینیم. سلا رو دار. از همه زورش همین است که میدانم که دامولا زیاد به تو معقول نیست. در حالی که این را میدانستی چرا اینقدر خاموش استادی؟ چرا به بابایم نگفتی؟ چون که من کاری که تو رو غمگین میسازد نمیکنم. با تو گپ زدنی بودم اما اگر زهرا یگان شخص دیگر میداشت
با این خیل کار دست نمیزد گفتم و تو رو از دوری پای بردن را آغاز کردم. اما تو نسبت من حسیت داشتنت را گفته بودی؟ بله، اما تو این خیل راه را انتخاب کردی. از همین سبب من احترام میکردم و میکنم. سمی گوش کن، از تو یگون چیز انتظار نیستم، از تو هم یگون چیز امید ندارم. این را به تو گفتمانم. سمی تو بسیار مهربان هستی. من تنها به تو کمک کردن میخواهم. مرا اگر خواهی یک برادر، یک دوست، خواهی همچون مانند یک آدم قبول بکن، هیچ اهمیتی ندارد. تشکر زیاد سمی. از وجه اونی که تو مرا باید پرسپاس میکردی تو مرا فهمیدی. تشکر زیاد. مگر پرسپاس کردن تو به من نیزی به زهرا؟ اما من یک چیز رو بسیار مراق کردم. چرا داملوزیا؟ حلالت بود برادر. برادر ایچ خیلی او در بود. نصیب باشد باباشان در نبیرام نقل میکنم. خاطر نشر با خانه رویم و برای فهموندن نبیره باید بسیار حکایه ها میگویم. تمام برادر خانه شدی؟ اکنون رفیقم را گرفته میروم. رفته خیر. داملا ایست و کجا میروی؟ با شاگردی بهترینم جنگیدنی بودی که تا استخوان شکن را مغلوب نکنی رفیقت را به هیچ کجا نمیبری. استخوان شکنش کی؟ داملوزیا در اصل شخص تصادف است. در آن حالت بسیار موافق آمد. این یا که این داماد است؟ نه این است. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا میکردم شخصی بسیار باورناک می بود. شخصی می بود که با من کار نمی گرفت. این زیا باشد همچون یک داملای مسجد برای من یک واسطه بود و بس. یعنی از آنه که داملوزیا تو رو دوست نمی دارد امین هستی؟ امینم بسیار سنجیدم. من هم همین خیلی تخمین کرده بودم. بعد از سیری تو رو فهمیدنم خواستم به تو کمک کنم. در موضوع اون ازدواج با داملوزیا نبو برای با من برپا کردنت. اما تو رو دوست می داشتم. با شخصی که تو دوستش می داری ازدواج ساخته برپا نکردن تو رو می دانستم. سمی انسانی خوب بوده. تشکر زیاد. تا وفات آقای اکرم داملوزیا ایستاد کنی. بعد از وفات بابایت چه خیلی نباشد با من میمونی زهرا. تا آن وقت باشد باوری تو و عشق تو رو به دست میارم. سمی من تو رو به خانه برده گذارم. سرم بسیار درد دارد. کمی تنها بودن میخواهم. با نزد سیلین میروی؟ تنها گشت گذار کردن میخواهم. مالش. امشب در اینجا مسابقه هست. اگر استخوان شکن را مغلوب سازی قرض رفیقت را میبخشم. اگر مغلوب شوی رفیقت را نابود میسازم. حالا آدمانی من شما را امشب در اینجا تا آغاز مسابقه میهمان میکنند. بعد باز وا میخوریم.
برادر با فکر من این آدم اونقدر آدمی بخواد نیست. شکمش رنگ قبر صغیره دم کرده گه با فکرم که قوتی نداره نفس. خب کن حالا هم گپ زدن شده ای. آخر برادر من گپ نزنم کی گپ زنم؟ اوبای گفت کی من رفیقت رو نابود میسوزم. کاش که نابود میکردن من هم راحت میکردم. این هم با من نگریسته تو رو نابود میسوزم گفته ایستاده است. شاید خدا بالای تو رو دیر است. بین تو ما رو با چی حالت گرفتار کردی؟ من اینجا باشم. آخر برادر این کلیدها رو کمتر کشاد میکرد نمیشد ها؟ آخه سردارم این کار کرده ما گناه است. پلیس ها رو فریاد میکنن. قسم میخورم که پلیس ها رو فریاد میکنن. خب کن پسرم ما مگر پلیس نیستیم ها؟ در رفت شوید پلیس در رفت شوید. سردارم این کارش ما درست است. در رفت شوید. چی گپ است؟ چی گپ است؟ اونا تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ با سر همسرم اومدم. در اصل تو در اینجا چی میکنی؟ خانه تو همینجا هست؟ زود به خانه میروی. اونا تو چیکار کرده ایستاده این مرا زود فرار. برو سردی عزیزم سردی تو رو بالای سرم کرد ایستادم حالا هم نمیفهمی ها؟ سردی ندیرم رو سردی بابا جان لطفا پلیس رو جیغ زنید. چی پلیس جیغ میزنید؟ من پلیس هستم. پلیس به نزد درتون اومده است. مرحمت من پلیس هستم. از من چی میخواهید؟ اونا سرسده نگوید. چیکار کردنت رو میدونی؟ خیلی سرسده من تو رو با بالای سرم بروش ایستادم عزیزم. اونا مرا سردی میگویم. چیکار کردنت رو نمیفهمی؟ تو مگر همسر من نیستی؟ تو رو به خونم برده ایستادم. اونا با تو میگویم که مرا سرده نباشد خوب نمیشود. چی خوب نمیشود؟ تو وقتی که اثرات من رفتی همه چیز نو خوب است عزیزم. تو مرا دیوانه کردی؟ بله دیوانه هستی اونا. سرده ندیرم رو اکمونش سرده با تو میگویم گوش کن اونال این با تو آخرین آگاهیم است هیچ جلسوزی نمیکنم میپرانم سرده گم شده گل خورده نابود شده دیوانه بودن باورم نمیآید دیوانه شده این خود دیوانه آقای کانون ماشین تیار است. خوب بیا رویم با محاربه تم به تم پول گذاریم. چند مدت بود که پول نگذاشته بودم. فراموش نکنم با آن نمی که بر زگاه زنزنجی آید. مالشکر خانمان و جنابان این شب باز با یک مسابقه پرهیجان با شما یک جا هستیم. با موزدن‌هایی که از یکدیگر با موزدنی‌های محتشمشان فرق میکنند روبرو هستیم. باز ریگ با عرق و خون تعداد میشود. استخوان شکسته میشوند. لب‌ها کپانده میشوند. آتش این شب بهترین ها را معلوم میکند. برادر شاید که این آدم در حقیقت بخوات است. شاید که او دیوانه باشد قاتل باشد لیکن برادر تو زوری بدی دل گرده‌ای که تو داری او نداره. ممکن که یک گرده کار نکنه. خاطر نشو شوکت از اینجا برایم به خانه رویم. من با تو تمام زیبایی های دلم را نشان میدم. راست میگویی؟ بله از راستی. قرض کرد است. برادر من به تو دو واریانت پیشنهاد کردم. یا قمار بازی کن یا که رفته در رینگ در محاربه اشتراک کن. من بگنام کل است. رینگ خود انتخاب کردی. اگر اون کل را از با افتانم در حقیقت تو را میکشم شوکت. با آن رینگ خودت میبروی. و حالا وقتی شناسانیدن جایگاه را رسید. از طرف راست شخص مشهور با باقوتی و برحمیت صاحب کمربندهای زیاد نامغلوب استخوان شکن.
طرف چپ جوانمرد فرزند دهاتی شخصی که قوتش را از آب قیصرمه گرفته است صاحب یک قطار تکنیکه های مشتزنی دامولا. براو آفرین یعنی جان دوباره اون بار خیزید اینجا بیوید بخیر خیر است توکل به خدا همینجا باش من اینجا نترس بزن اون را برادر نترس در چلسیش بودن در چلسی یه بر چابوش بزرگ تشاق را پرسا پرسا تشاقش رو میتونی دیوانه به عقل تشاق را پرسا نمیبینی ما را میکشه شب را بزن اگر زور زنه دون شب بگن برا احمد تشاق را پرسا ای نومردی میشه که لحظه میپرسیم برا هر دو دست سبی بودن چیلک به هر دو دست بودن میدونستم یک به جان خود نبرمادم برادر چطور کردی تو دایی؟ سردارم وقتم خوشتر شید آخر اونال اینقدر خودت را اذیت نده غمگین نشو حرکت گروه ها در نزدیکی 11 کیلومتر در انبارهای ویرانه محاربه تنبتن غیر قانونی برگزار نمودند. تکرار میکنم 11 کیلومتر. ما این را گیر هم اکنون آنها را دستگیر میکنیم. اکشن. های احمق تشاق را پرسا میگویم چرا نمیپرسوی؟ مگر من تشاق را میپرسویم چی زیبا جنگیده ایستاده بودی؟ کجا زیبا از نمیبینی حریف مرا میکشد؟ ای نه برادر ندیدی قوت ندارد همسال پدرت است یک مژدان میافتد شفقت خف کن اگر یگان راه شایسته از اینجا نبرایم از راستی از این رین جنازه ام را بیرون میکنند بی عقلی مگر حریف را نمیبینی؟ هیچ چیز نیست گوش کن برادر تو مغلوب شدی هم از اینجا میروی کاری میشدگی با من میشود برادر من حالا جوانم فرزند ندارم تو چی گفته ایستاده ای؟ دمت را گیر از جوانیت گپ نزن آدمی کپ کلان شده ای چی شد داملا؟
از همه آدمی بهترینت رو روبرو کن میگفتی تمامی پولها با فایده استخوان شکن رفته ایستاده است. یک دیوانه برآمده است که برای تو پول مانده. دو ملا بودن را فهمیده این کارا کرده. دیوانه است آخر، دیوانه. شوکت برادر مرا گوش کن. مرا برادر نگو. مرا گوش کن برادر. مرا نگاه به چشمان من نگاه کن. تو کالتک لسی مپیش. این پرسکان کجا شده؟ علیق دیر دیوانه ها؟ السلام علیکم. و علیکم سلام. هی تایلاقی احمق در کجا بودی ها؟ در کجا بودی میگویم؟ ای حیوان مرا گوش کن. اگر دیر مانه میدانی من چیکارت میکنم؟ پوستت میکنم. آخیر اکا اگر دیر مونیم چی میشود ها؟ تو هم میدونی که در این مسابقه استخوان شکن غالب میبراید. تو را نفهمیدم اکا. آخر این دوملو را از چی سبب دوست میداری اکا؟ برای لقب یک شخص دوملو بودن مگر برای او پول موندن کاری رواست ها؟ نه. ای کلغسی بفهم مرا خوب گوش کن. دوملو زیا البته که غالب میبراید فهمیدی؟ اکی کنون بیا من او را پرونم. هم جانی تو خلاص میشود هم از من. کنی پرون چرا ایستاده ای؟ همه کس خلاص بشوه چرا نمیپرانی؟ سلاحت را برار انتظارم. دمتان را گیرید حیوانهای بیشاق. ماشین را بیرون زود باش. کالتکیلاس التجا میکنم از من دوشم التجا میکنم پیدا کنم دفعه مرا انتظارم التجا میکنم چی کار میکنم التجا میکنم از من دوشم چی کار کرده ایستاده از جایت خیل اما پولها پس گذاشته کنم ای استخوان شکن برخیز تو چی کار کرده ایستاده ای برخیز یگان تاش نگریزد زود باشد درون میدرویم ای تو از سردار اجازت من زیادین بشار را نپرانید نو نکر برمونی من باید میگم پلیس اومد میدرده پلیس
بوده شو یکون تشک بودم همه در جای شیستن در جای شیستن همه در جای شیستن یک طرف در ها طرف با خیر از دومونو در اینجا چی میکنید؟ چی تصادفی خوب آقای کنان ما چقدر خطا بودن مجزنی با شدت و برای این کار ناچیز بودن پولگذاری رو تبلیغ کرده ایستاده بودیم. فهم آره بیم شبتان خوش. شب خوش دومونو با کجا میگریزن ها؟ چیه میدونم؟ خریبتی میزده مخمک دوملوزیو؟ این در اینجا چی میکوبد؟ این عروس تو با شما رو میپرسی؟ خانم زهرا شما در اینجا چی میکوبد؟ دوملو من در پیچه سیر و گشت میکردم اصلا شما در اینجا چیکار میکنید؟ یا توبه سردارتان در کجاست؟ در کجاست؟ اوه کمیسر اونال او شما هم در اینجایید ها؟ تو در اینجا چی میکنی؟ کمیسر اونال او شاید با کمک احتیاج دارید گفتم با اینجا آمدیم ای کی غالب برآمد؟ دامولا غالب شد دامولا؟ دیدی برسگاو؟ ها؟ من با تو چی گفتم؟ دامولا غالب میبراید گفتم دامولا غالب شد ای اینها رو گرفته برید زودتر درششان نتاب زود رفت این خیلی قبل نزیرید عیب است این آدم کجا شد ها؟ چی خیلی رو از دست دادید؟ ای خدا شما را زند از کجا داند سردار؟ وای آدم چه خیلی گریخته رفت ندیدم ای دامولا من با جای تو ضرر دیدم من این را از تو میبرارم حالا وقتی گپ زدن نداریم شوکت زود نشین بسیار وضعیت ناگوار است من میرونم میلش مادر دوسته اگر در حالتی ناگوار خودش را برای شما فیدا کرده ایستاده باشد معلوم میشود که شما را دوست میدارد دوملو شما ما را دوست میدارید برای همین خواطر شده ایستاده از برای خدا حالا وقتی گپ زدن نیست لطفا ما ماشین گذارید دوملو چی شده خودش چی گپ است تشکر زیاد خانم زهرا هیچ گم نه دوملا دوملا پگاه سحر در باغ وا میخوریم مایلش وا میخوریم شب خوش شبتان خوش شوکت داره کشون مرحمت ینگه جو تشکر زیاد هیچ گم نداره مایلش شبهای خوش شب خوش خانگی ها رو سلام گوید خیلی خیلی اوه این بسیار دختری خوب است به خدا که بسیار دختری خوب است اگر اون نمی اومد من نمیدونم ما چی کار میکردیم کلاس تو باید به قدر این دختر برسی شوکت موضوع رو دیگر طرف نبر من حالا حادثه این شب رو از تو پرسان میشم ای برادر تو دیگر از من چی میپرسی نمیبینی سر رو ما چی کار کردم بسیار گپ نزن دمت رو گیر من یک چیز رو نفهمیدم برادر تو همون بوزبالا رو چی خیلی به زمین افتاندی؟ چی خیلی افتاندن دیوانه به حق آدم از کلت کلاس میترسید است موری در دستم را دیده ترسید بیشوخی میگوی حاضر رفته در پیشونی هم یک کلت کلاسی کلان میکشم تو چی اینقدر آدمی بیرو بوده ای احمقی نکن پیش در یه پلوان غلطون افته زوری نکن خاموش قصدی مرا هم گرفتی نکی برادر انا آمد زهرا جان تشکر زیاد امک جان نمیارزد عزیزم خوب هستید ها؟ خوبم و کمی خنک خوردم راه گشتن پسندم آمد بسیار خرسندم
حاضر تمام نامعقولی هایت رو آشکار میکنم آقای فرخ. سیلین رو زنگ زنم پیشکی تیار شود. خوبش زنگ نزن. زهرا با سمی در این ماشین چیکار میکنند؟ شخصی که با او ازدواج ساخته میکردم باید شخصی بسیار باوریناک می بود. باید با من کار نمیگرفت. زیا همچون یک دنبالای مسجد یک واسطه برای من بود و بس. ازدواج ساخته؟ زهرای ساخته کار. اما میبینیم که به این قدر فریب کردنی باید به این کار او چی میگوید؟ تو مرد شدی زهرا، مرد. پگاه روزی بزرگ است، روزی بزرگ. دنبال مرا دوست نمیدارید ها؟ توبه دوست میدارید؟ دنبالا سخن آخرتون ها؟ امین هستید که مرا دوست نمیدارید؟ دامولا مرا دوست میدارد امی خیلی نه استیجا میکنم راستش رو گوید خوش میکنم از شما مرا دوست میدارد دامولا راستش رو گوید مرا دوست میدارید یا نه راوی دوست نمیدارم دختر روبین در خوابم در اومد کسلی روحی دامولا راستش رو گوید مرا دوست میدارید یا نه تو از کجا بر اومده؟ چرا داد میزنی؟ چرا من از خوابم بیدار میکنی؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ شوکت این در اینجا چیکار میکنه؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ چی شد؟ خواب دیدی؟ از کجا دانم شوکت شکر که خواب بوده هست. چی شد؟ چی خواب دیدی؟ آن سوال زهرا مرا دیوانه کرد. دیوانه است چی؟ چیکار سوال بوده؟ مرا دوست میداری گفته ایستاده است. او را دوست نداشتنم را اثبات کردنم لازم. دیوانه است دختر را دوست میداری؟ شوکت همون کلمه دوست داشتن رو شنیدن نمیخواهم. تو اینجایم آمد. اکنون زود رفته خواب کن. بیا مو قریب که تلخی هم کنی. داد نزن دیگه. مرحبا تشکر بفرمایید دین شب چی ها شده پا؟ هیچ به خاطرم نآورد زهرا آدم مرا مانند دزدان دزدیدنی بود خدا را شکر که بابایم بود و مرا نجات داد روز بخیر روز بخیر روز بخیر روز بخیر بابا و پدره در کجایند؟ برای یک کار بر وقتی بر اومدن تا بگاه بر میگردم مشکلی نداره من بگاه را انتظار میشم در جایی که آقای اکرم نیست این حقیقت را آشکار کردن معنی ندارد زهرا تو را در چشمی بابایت چنان پس میکنند که دیگر هیچ وقت نبیره دوست دارش نمیشوی با اجازت شما من باید روم با کجا میروی زهرا؟ بازی و واخوری داریم اپا جان البته واخوری کن واخوری عزیزم قاشق را درست کن به شما ایشی هایتم تا باز بید مربا بسیار بلندتر بوده است یک چشم چی کار کنم سیلین جان امروز باشد به سنجیدن دامولا زیاد دوام میدهم حالا یگان نتیجه به دست آمده است مایرش عزیزم تا بازدید عجبا با دامولا زیا مناسبتش خیلی رفته ایستاده است یک رفته بینم خوب می شود کنه بینیم امروز با سرمون چی می آید روز بخیر روز بخیر
بله خانم زهرا، مرحمت شما رو گوش میکنم. دملا مرا میفهمید، بسیار مراق کردم. یعنی چی خیر؟ آخر از شما بسیار پرسیدم که مرا دوست می‌دارید یا اینکه نه. بله خانم زهرا، شاید 5000 بار پرسیدید. آها، انا. چرا این رو پرسیدم فهمیدید؟ یعنی مرا فهمیدید؟ همین است یعنی؟ همین. در حقیقت بسیار مراق دارم، برای من بسیار مهم است. مرا فهمیدید؟ تمام شد؟ نه تمام نشده است. مرا در حقیقت شما میفهمید یا نه؟ ماده 16 وقتی با شما گاز زدنش اگر حرکت فیزیکی کند و نشان دهد که شما را گوش کرده ایستاده، دستش را بالای دست گذارد، معلوم می شود که شما را دوست می دارد. خانم زهرا گوش کنید، من شما را میفهمم و عجبا شما فهمیده میتوانید این رو مراق کرده ایستادم. آخر این نمی شود. چی نمی شود؟ نمی شود آخر. چرا کاری لازم را نمی کنید شما؟ کاری لازمی است چیست؟ با من داد نزنید دولا. شما داد میزنید. یا خدای تو بیه؟ اوف، اینها چرا مانند آنه که گویا یکدیگر را دوست نمی‌دارند نشستند مگر حالا هم آشتی نشدند. زهرا باشد این شب با سمی به بیرون برآمده بود. چرا برآمد که نه من باید دخالت کنم. لیکن بسیار یکرا بوده است. اوه مگر من در یگونجا آشکار کردم؟ نه در چند مدت او رو سنجیدم. به فکرم دملو زیاد در حقیقت مرا دوست نمی‌دارد. داملا هوا بسیار خنک است. دست دختر را دارید؟ داملا چیکار کرده ایستادید؟ چرا به اطراف نظر میکنید؟ هیچ چیز نیست، همه خیلی نظر دارم. داملا خوب هستی؟ خوبم. داملا این رفتارهایتون رو پرتوید. گویا که داملای حقیقی هستید. زود باشید کنی بینم دستش رو دارید. داملا مرا دوست نمی‌داشتید کو؟ این از اون سبب نیست. یعنی یگون راه گذر نفهمد گفته کردم. بخششو کی از اینجا میگذاشته؟ کی میبینه؟ زیبا اکنون آغوش کنید. آغوش کنید نباشد. عیب را نمیدادید؟ شما چیکار کرده ایستادید؟ چهل عیب است خدایا توبه. هیچ کس نفهمد گفته کرده ایستادم. نفهمیدید؟ نباشد میفهمند. شما هم هیچ ریالی نیستید. داملو سر دهید کی از آخر در اطراف کی میبیند؟ اکنون دختر رو بوسید. اینقدر نه اکنون. چی؟ شما را نگفتم. نه باز با من میگفتی. زود باش دختر رو ببوس. داملو چرا با ما چنین نگاه داری؟ چه نگاه دارم؟ مثل اونی که میبوسیده باشی. این چه خیلی گرد. یک دستتون رو داشتیم گفتم معنای اون رو ندارد که شما رو میبوسم. یک بوسیدنتون مونده بود. خانم زهرا مگر این ممکن است؟ من داملا هستم نمیزیبد. و شما چه خیلی گرد زده ایستاده توبه کردم. بحث رو یک طرف بذارید. شما مرا دوست نمیداشتید کو؟ بس است. در حقیقت بس است. دوست میدارید دوست نمیدارید. با چیزی باور کردن میخواهید با اون باور کنید. همین خیلی میکنم مخیر خواهد نشوید داملا جا. انگشترین رو نمی اندازم میگویم انداختن رو میخواهید. دوست نمیدارم میگویم باور نمیکنید. این چی گپ است؟ مقصد شما چی است آخر؟ مقصد نیتی خدا چیه؟ بس است اکنون در خوابم میدروی مرا راحت گذار. اکنون حیران شدم که بچه باور کنم. بس است بیا همینجا کمی بشینیم.
خونهایم درد میکنم. نصیبه عمرم را برباد دادی خانم. صبر کن رسول، اینجا برای استراحت آمدید. پایهایم اذیت میدهد. قدر بسیار گپ نزن، کم خاموشید. یک بار هم از دهانت سخنی خوش نشنیدم. دائما نالیش میکنی. جوانیم را برباد دادی نصیبه. از آنه که با تو آیله دار شوم. با شما که خانه دار بشدن باشدن؟ از آنه که تو را دوست دارم. مرا دوست می‌دارید؟ بس کنه. در اصل شما بس کنیده؟ شد. از ما هم بدتر بودن کو. گرچنده که نالیش هم کنی تو جانی منی، جانم هستی. من چی کار کردم؟ همش رو برباد دادم. خانم سله بخیر است لیوین، چی شد؟ من با جای کار رفتش داده بودم که یکی وقت دویدن یک حادثه با یادم آمد. برای آن حادثه که در خانه بابی اکرم نامخولی شد، خواستم برای آن کار کردم از شما عذر بپرسم. یا خدایا چه لازم بودن؟ خلاصه مرا از کانون دیوانه محافظت کردیم. برای مرا فکر کردن تشکر زیاد لیوین جان. لیوین جان تو حالا هم به خود نآمده ای. اما گیر کمی نوش. اوی خود تو نه؟ بله. ممنونم. نوش جانم. تشکر زیاد. خواهش میکنم لیوین جان، نوش جان شود بگیر. با خودم گیرم خیر نباشد. من با شما میروم. خیر تو بازدید. من آب داد. من این رو پنهان نکنم. من آب داد. سله جان با کلشتر آب شبا من داد. مگر تو دیوانه هستی چی؟ باز تو برادر خطا رفتم. از خورسندی بود. بیا تو رو آغوش گیرم. سلان به من آب داد. باز همین در اینجا؟ هم جای و همین جا. آب داد. ها انا اینجا مکنی اوزی بود است. روی خوب میشم. بله من هم رفتن میخواستم. حتما میروم. اینها کجا شدن؟ چرا بابا و پدرت حالا هم نآمدن؟ مادر جان بگو می آیند گفتم کو. چرا اینقدر میپرسید یانگه؟ عزیزم سورپریز است. سورپریز. آقای اکرم و زهرا بیایند بگو همه کسا میفهمید آخر. مادرت چی میگفته باشد؟ دانستن میخواستم. اوف نمیدونم و انشالله باز با پدرم جنگ نکردن. وقتهای آخر رفتارهای مادرم به من هیچ پسند نیست. حیف، با فکر من خودش را بهوده غمگین میکند. با فکر من هم. ببین من این رنگ را بسیار دوست میدارم. خدا شما راضی باشد داملا. تشکر. استاد لابا هجری. استاد بعضی به ایمانها بعد از مردن، بعد از استخوان‌هایمان خاک شدن تکرارا چه خیلی زنده میشن گفته سوال میپرسن. با آنها چه خیلی جواب دهیم؟ بسیار کوتاه و مشخص جواب دادن لازم. بسیار کوتاه استاد؟ بله هجری جان بسیار کوتاه. خدایی که مرا از نصیب هستی آورد مگر برای تکرارا مرا بعد از مرگ زنده کردن قادر نیست گفته جواب میدی. همین قدر. فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. اکنون رفتم میتوانم؟ البته استاد مرحمت. سلامت. ماشاءالله آدم همین قدر با سواد می شود. همه سوال رو جواب داد. استادی عزیزم. تولین جان بخیر است. بسیار پرهیجان هستی. بله فاروق حالا بسیار پرهیجانم. چرا؟ چی شد؟ با همه‌تون یک چیز رو آشکار میکنم. کنی بگو گوش میکنیم. نه زهرا هم بیاید بعد همه باید شنوند. اما این دختر کجا شد؟ بعد از کار به محله باید میرفت. بابایم دامولازیا رو بگو دعوت کرده است. دامولازیا هم میآید؟ آید چی خوب. ها گوید که خرسندی داریم. چه خیلی خرسندی مادر. شما باز از پسی کدام کارو هستی؟
طاقت کن. همه که جمع شدن بعد میفهمی. زهرا جان کجا شدید؟ داملازیا رو هم گرفته زود بیا. تولین برای تو یک سورپریز داشته است. نمیدانم تا تو نهایی نمیگفته است. میلش خیر زود باشید. آمده ایستادم. بیایم. سورپریز اساسا برای شما آقای اکرم. خانم سوا یک چای می آوردید. حاضر دامولا. داملا گپ زده میتوانیم؟ با سر نکند مرا دوست می‌دارید گفته. با خدا تشکر زیاد خانم سوا. در این محله بهترین چای شماست. نوش جانتان شود دامولا. سمبوسه هایتان بسیار بلذت بودند. شب گذشته روان کردگیتان را بسیار خوردید. تشکر زیاد دامولا. کدام وقت نباشد شما خواهید من تیار میکنم. تشکر. مدعی بیست. اگر در نزد شما با کسی گپ زده رشک شما را بیدار سازد معلوم میشود که شما را دوست می‌دارد. گپ زنی میگویم. خوش خانم زهرا شما را گوش میکنم. بابایم شما را به خانه دعوت کرده ایستادن. اگر رد نکنید خرسند میشوم. گپ زنم گفتنتون همین بود. البته میآیم. من فکر کردم که حاضر شما باز میگویید که مرا دوست می‌دارید دوست نمی‌دارید. با خدا بسیار ترسیدم میگویید اما از روی مدعی بیست شما مرا دوست می‌دارید. چی؟ اینش چی؟ راهی آموزش مردی که تو را دوست می‌دارد. کمی مرا با سوا برش انداختید. از روی مدعی بیست شما مرا دوست می‌دارید. شما با خدا معلوم می‌شود که دست نمی‌کشید. مدعی بیستم عیان است. خانم زهرا شما از آنه که آن خیل کتاب‌ها را مطالعه می‌کنید. ژورنال‌های درباره مود بوده را ورق زنید نمی‌شود؟ چرا بوده؟ چرا میشود؟ شما هیچ با آینه نمی‌نگرید. این لباس‌ها چی لباس است؟ ببخشید برای لباس‌ها چی شده است؟ به فکر من هم چی بوده است؟ بسیار زیبا است. علاوه بر این آخرون مود است. در لباستان هیچ چیز نیست آخر. حتی اگر خیال کنیم بسیار زیبا نمودار می‌شود. شما کمی فربه شده اید. فربه؟ لطفاً بیادبی نکنید. فربه نشدم. بسیار موافق است. اما چرا این خیل کردید نفهمیدم. فکر نکنید که این خیل رفتار کرده دوست داشتنتان را پنهان میکنید. اعتراف کنید که دوست میدارید. خانم زهرا گوش کنید. من شما رو در حقیقت دوست نمیدارم. یعنی شما موافق من نیستید آخر؟ ها موافقتان نیستم. بله. عجیب به شما موافقش خیل باید باشد. مراق نکنید. گذارید همون خیل ماند. البته از روی آنه که جواب سوال بنستم در اصل پرسیدن این سوال هیچ لازم نبود. گوش کنید خانم زهرا من با شما عاشق نیستم. دو هیچ رو هم پنهان نکرده ایستادم. بنده شما رو دوست نمیدارم. معقول نیستید؟ چشمانتون کلان بینیتون خمیده. لیکن اصلا شما گذاران دیده؟ گوش کنید خانم زهرا مانند شما یک دختری بوی یک رو گپگردان انسانی بهیسی پس. این چه گپ زنی چه اصولی بد است؟ شما با یک دیگر چه گپ زدن رو نمیدونید؟ حالا هم که این فوتیا شده شما امانده دیگر با شما چی گفتنم رو نمیدونم. خانم بتول در حقیقت مرا خطا فهمیدید. این کاری بدی کردنتون رو پنهان نکنید که باز هم قدرتون پستر شده ایستاده است. بتول جان تشکر زیاد. دامولا زیاد چند وقت شده است که نسبتی من این خیلی رفتار کرده است. سببش رو نمیدونم اما دامولا که نسبتی فوتیا شدهش این خیلی رفتار میکند الان موبره. چی؟ من بد رفتار کرده ایستادم. هیچ علاقه ندارد خانم بتول. در اصل او بد رفتار کرده ایستاده است. من شنیدم دیدم رو دیدم. همسر برای شخص عائله اوست. گپ رو نگاه نمیکنن. آفرین به تو بتول. بسیار گپی خوب گفتی. بتول جان خدا از تو راضی باشد. خواهرم رو هم با خودش کشید یک رو. لبه بابا جان آمده ایستاده بابا جان در راه هستین. مایلش جانی من میبوسم. بابا هم زنگ زده ایستادن میرویم.
نهایت آمدن. ما رو انتظار بودید مگر؟ خوش آمدتون. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. تولین خواست که هممان سرجم باشیم. به ما چیزی گفتن میخواهد؟ ینگ جون زودتر گپ زنید. خواطر نشوید، به انتظاریتون ارزنده است. هممون اونقدر مجبور کردیم یگم چیز نگفت. همه جمع شود بعد میفهمونده. خیر تولین، انا بین، هممان در اینجاییم. گپ زن، ما هم گوش کنیم. آقای اکرم، هممون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این ندیرتون زهرا که هممون رو فریب کرده است. از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چی گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش. همه چیز اینها ساخته بوده است. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان چی میگوید. این سفسته ما هم دیگر ما رو دوست میداریم. بله آقا، یکدیگرمون رو دوست میداریم. حتی روز نکاح رو در 3 روز معلوم کرده بعد آیله دور میشویم. همین خیلی نیست یا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد آیله دار میشویم. این رو با شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. تو چی اینقدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیل تهمتی ناشدنی است؟ ای آقای اکرم این خیل نگویید. شما منو هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این ندیره شما و داماد ساخته شما، یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردند. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ اما این اون چیست؟ حالا این را گوش کردن که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید. علیکم السلام. خوبی همسایه سازی سلام. خوبی چی؟ نه خوب نه همین بچه‌های مایدار برام اومدن باید مغازه میرم دوستم من بزرگ شکرم که کجا کودکدا بازی دارم. من یا بازی دارم ما. این چی؟ لبا. ما همین آیدی لاش شما رو کسام. نه اوکی پرر همو چی باش ما نیومدین؟ کجا؟ اوای مغازه همسایه سوختی. و مغازه همسایه سوخت ما یوردم اومدم کاکا اومدم. اینا بیروکا؟ آن بیروکا من. اومدم کاکا یوردم. چرا اومدین؟ اوخیزه اومدم. اوخیزه؟ ها. یگم کار داشتی که اوخیزه برو اومدی؟ نه همسایه کجا کو؟ راستی گپ ما ایامو مغازه همسایه دوستم قرضور بودم. تا همو دفتر قرض نسوخت. ما اون ندادم. هر خنده ما درد دارد. چونین هم دارد البوم غیر چشم داشتی سعی مومینی بزرگ در سال نو 2017 با حضل و شوخی و خنده پیشکش شما عزیزان دل دیده میگردد. تلفن برای تماس 918 65 26 19 903 88 88 65. ما شما را انتظاریم. Balzdiki Boklusi Namish Honam Sera Rusui Nazik
از نقطه‌وی فروشی دست رست نمایید. به مهر آخر داخل ندارم بردی قرارم و به قرارم. تلفن 993 استودیوی سیما تقدیم میکند آرزو رجبوف، درد عشق، احساس دوستداری و محبت صمیمانه، فیغان از دردهای عاشقی و آرامی در کنار عزیزترین نفر. آرام آرام بباش جانم، آرام آرام مهربانم. آرام باش کلیپ جدید رو با همین نام روزهای نزدیک از نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی پیدا میکنید. آرزو رجبوف، آوازخوان و آهنگساز جوان و رنگین خیال با ترانه و کلیپی آرام باش. شیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تکمه دعوت رو پخش نمایید. وفا کردم همیشه من برایم، شنیدم نیک حرفی با من باش، که من به تو جگر خون میشم، تو با من باش، به تو دلگیرم و علم داره دیلم نالم و غم ها. باز دیری من گریفتت گریم اختیاری نیست، گریم اختیاری نیست. آخی جوزی سوخت دل چون پروانه، پر زدم تا کشان خون گرفته ترک عادت میکنم، تاق ماندم باز طاقت میکنم. گل از کسی مافی تا دست پاره شده، دل از پی عمر غفی آواره شده. گوه دلم میجیه تو را با چشمانی خسته و گریان، افسوس که عشق ما به آخر بوده.